وامش مده که او بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمی گذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بی نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این است تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. و چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارند، وی بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وی زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است. این دعا را باید هر کدام ما و شما برای خود وظیفه گذاریم و دائم دعا کنیم که کاش که این گوش‌های ما و شما فقط و فقط شنیدن کلام الله را داشته باشد. این زبان ما و شما تا که خواننده قرآن باشد. امروز عیب است، عیب که شما الکی بوایه رسیدین، از نعمت پروردگار میخرین، قرآن پروردگار خوانده نمیتونین. عیب است برای شما. اون جوان مرده که امروز بوایه رسیده است، با 40 و 50 رسید یا با 60 و با 70 رسیدین، اگر شما قرآن که خوانده نتونین در این خیل شرایطی که خدا امروز مناسب آورده است، باور کنید از این گناهی وزنی نیست. حبیب خدا میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. اگر در اطراف من 3000 یا 4000 نشسته باشید، حبیب خدا میگوید بهترین اینها کیست؟ کدام شما بهترین هستید؟ گفت آن کسی که قرآن میخواند، آن کسی که سحر قرآن کشاده میکند، آب چشمش بالای قرآن را میریزاند که این کلام الله، امروز خدا مرا هدایت کرده است و کلام الله را میخوانم. حبیب خدا میگوید بهترین شما ای جوانها، ای موی سفیدها، آن کسی هست که قرآن خوان باشد و علمه، باز این قرآن بر رفیقش و با همسایش و با فرزندش و با زنش تعلیم دهد. بهترین شما گفت انا همون است. امروز ما شما الحمدلله نام مسلمانی داریم، امروز نماز جمعه میخوانیم، امروز دیگر عملها را میکنیم، لیکن از قرآن دور هستیم، قرآن نمیخوانیم. حاجیای ما و شما از حج گشته میآیند، میگن زنها قرآن میخوانند، کودکهای مردم خارج همه قرآن خوان هستند، لیکن ما چی؟ ما فقط نظر میکنیم، بعد اونجا آبی چشم میکنیم که دیگر فایده نداره. برابری نماز، برابری زکات، برابری روزه، خواندن قرآن هم این چی است؟ ثواب دارد، این هم عبادت است. پیغمبر خدا میگه مثل المؤمن یقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب و طعمها طیب.
و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ریح لها و طعمه حلو. پیغمبر خدا مؤمنها را دو صنف کردند، یعنی شما را به دو صنف تقسیم کردند. گوییم که به سارت یکم و به سارت دویم تقسیم تان کرد. آیا شما نمیخواهید که در سارت اول باشید؟ اگر خواهید که در اولش باشید، پیغمبر خدا گفت آن مؤمنی که قرآن میخواند وای به منزله مندرین است. اتروجه یا اپلسین گویم یا مندرین گویم، هم پوستش کو مزه خوب دارد، هم داخلش مزه شیرین دارد. لیکن مؤمنی که نام مؤمنی دارد، یعنی مسلمان است، 5 وقت نماز میخواند، روزه میگیرد، مسجد میآید، فقط از خواندن قرآن محروم است، او به منزله خرما هست. گفت فقط مزه شیرین دارد لیکن بوی خوب ندارد. شما از همون بوی خوب محرومین. این کسانی که امروز قرآن خواندن نمیتونید، شما از همون بوی خوب محروم هستید. چی نمیرسد برای شما؟ برای این دادن مبلغ لازم نیست. امروز کودکان قرآن خوان هستند، آمده پیش کودکان تعلیم گیرین، قرآن تان احترام کنین. هر یک فرزند مسلمان یک ورق خواندن هر روز در ذمه او شرط است، ضرور است که یک ورق قرآن باید هر روز تلاوت کنند. قرآن بالای شما حق دارد. روز قیامت بالای شما شکایت میکند که مرا ناپسندی کردن، مرا احترام نکردن. حتی حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترقه. همینش برای شما باید بسنده باشد. حبیب خدا میگوید اگر کدام جوان یا کدام موی سفید یا کدام دختر یا کدام کمپیر اگر قرآن خوان باشد، روز قیامت اگر ملائکه های دوزخ او را گرفته در دوزخ هم که پرتایند، محترقه او را دوزخ نمی سوزاند. در هر پوستی که، در هر دلی که اگر قرآن جایگیر باشد، دوزخ او را سوزانیده نمیتواند. خوش به حال اون جوانهایی که امروز قرآن خوان هستند. انا اونا را من جوانهای پهلوان و با غیرت میگم. خوش به حالتان که این بشارت‌های پیغمبر خدا در شما نازل هست. این از دعای پیغمبر خدا که از بدی چشم، یعنی بین چشمی که قرآن نظر نکنه، از بدی زبان، زبانی که اگر کلام الله را خواندن نتانه، از این پیغمبر خدا گفتم پناه به سوی الله طلب کنید.